ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. بر کوچه سردریا آشی پلو بیا، بر کوچه سردریا آشی پلو بیا. آشی پلو مزه دار روغن چهاش جزه دار، آشی پلو مزه دار روغن چهاش جزه دار. لذت برد دل و جان از پلوی تاجیکان، لذت برد دل و جان از پلوی تاجیکان. حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی، حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی. از نواری عزیزان قایل شوند رفیقان، از نواری عزیزان قایل شوند رفیقان. پروفیل های کبیر یک بار خودت رفته بین، پروفیل های کبیر یک بار خودت رفته بین. رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان، رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان. ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. بر کوچه سردریا آشی پلو بیا، بر کوچه سردریا آشی پلو بیا. زیتون بیه السلام علیکم مخلصان حج و خنده، السلام علیکم هواداران طبع خوش و گوارا. این شام را غنیمت دانسته طریق تلویزیونی آزیا HD مهمان خاندان شما گردیدیم. عزیزان، آژانسی تنتنه برای شمایان عزیز برنامه گپ را هر هفته تقدیم می‌نماید. آژانسی تنتنه دوستان تشویش ها عاید برگزاری توی معرکه‌های شما را ما به ذمه خود میگیریم. و اینک دوستان عزیز و ارجمند، من همه شمایان را که در روی برای من در اکران ها نشسته اید گفتنی هستم که برنامه گپ امروزه ما غیر عادی است، زیرا یک قطار ما استادان را یعنی که رترو ها را دعوت کردیم و مترو ها را دعوت کردیم. در آغاز میخواستم دوستان درباره شریکان برنامه و سرپرستان چون انعنه گفته گذاشته باشیم. طرفخانه زیتون رو خرد و کلان الکی میدانند چگونه برهوا و زیبا است، چگونه طعم‌های بالذت دارد و البته آشی پلوی کاری کلان زیتون. مرحمت نمایید عزیزان. نگفته نمانیم که انا همین کادرهای بسیار بزیب ما را شمایان طریق تکنیک و تجهیزات‌های زمانوی استودیو عزیزان ویدیو تماشا دارید عزیزان. و گفتنی هستم که البته توی معرکه و یگان واقعی فرح بخش خاطروی عائلوی شما را میتوانند کارمندان ما با صفت اعلا ثبت کنند، نوار گیرند، ثبت کنند، تنظیم کرده به شما سپارم. و نگفته نمانیم که عزیزان اگر شما چاره‌بینی داشته باشید، چاره‌بینی نوبسته از آنی که چاره‌بینی خرد از معده است یا اینکه کلان، شما میتوانید از اپاراتورهای آوازی خوشنگ لیبل دوستی عزیزی ما ظفر جان استفاده برید. میگذاریم به سرپرستان برنامه. البته هر یک لایحه بی سرپرست نمی شود. برخی از مردم در پایان ویدیوی ما در شبکه‌های یوتیوب می نویسند که رکلامتون خیلی بسیار گفته. دوستی عزیز، رکلام قوه حرکت دهنده استحصالات گفته، اگر نشوندگی باشید عیبی مونی. اینک سرپرست برنامه ما شرکتی مول محصولات گوشتی عزیزی، محصولات عزیزی حسیب و حسیبچا با تامین و تکرار زیبی دسترخوان شماست. عزیزی محصولات ما از گوشتی حقیقی آماده می‌گردند. شما خانه را ساختید، بنا کردید دوستان عزیز و ارجمند و البته مسئله در و تیریزه پیش می آید. با دوری ها نروید، با اکپین مراجعت کنید. اکپین انتخاب درستی شماست عزیزان. من با کلی سرپرستان و همکاران برنامه عرض سپاسی خود را میرسانم، چون آنها هستند و ما هستیم، ما هستیم و شما هستید. خب عزیزان، میخواستم این لحظه اشتراکداران برنامه نوبتی گپ را به شما معرفی کرده باشیم، چون هر وقت شریف جان با همراهی مظفر جان از لایحه استند اپ تریتوری یومر یک قرصک، علاوالدین جان دوستی عزیزی ما از دهه خوش آب و هوای سامغار،
دوستان عزیز و ارجمند، ما گفتن امانیم که در برنامه‌های پیشینی ما انا همین نفر به حیث مهمان عالی قدر حضور داشتند. اکوی عزیزی ما شعر نویس، نویسنده، حجو نویس، حجو نگار، یک مردی بسیار شوخ طبیعت، کمال رومانی در مهمانی ما. عضوی اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان و ازبکستان اکوی عزیزی ما حجوینگار حجوینویس گوییم یک شعرهای حجوی بینیاد عالی جناب دارند. از خودی نوحی دیوشتیچ امروز دعوتی ما را پذیرفته آمدن، قدم رنجه کردن. ایگام نظری صاحب نظر یک قرصک نظری. عبدالخلیل بگندن کین عبدالخلیل از یحیی رومان همسایه کامل رومانی. میروز کاشیدیم ما رومانی سکسکین. زنده باشید، زنده باشید. همین رومانی میکنیم. البته. محکمی باردین شاعری برنامه ما خوش آمدید. هلال‌الدین و دوست عزیز ما الیاس جان. یک شب یک تا دوز خانه در آمده سو خانم تو درود لوستره و یک تا پاپوگای اشتی گفت از توتی پایم نیا کرد السلام علیکم گفت و آنجا و علیکم السلام گفت آه یک چیت به یک تا کوچکی کلان اشتی گفت وای خیلی جیم هیچ ایش کار کرده گیش نه این دوزم در آمده است اکون سپکا اینا همه چیزایی وای که دستو خون داشت سو همون خالتاش با نقطه برآمده ایستاد و پاپوگای با السلام علیکم گفت تو دل بزدی کو بغیر از این تو با یگان گپ میدانی میگه ها گفت که زیاد گفت فاس گفت است اکای جنایدالله اکای جنایدالله همه بودشونه برده خانه بچه ها دادیان گفت بسیار انسانی شریف بودیان بسیار انسانی شریف بودیان چی برده دادیان گفت 4 تا بچه شوندن وای اکای جنایداللهتون اتا بچه شون که بای برفتیان کافه درون و اتا افیسیانت olmuş است که امروز اکسیه بچه ها siz zakas کنید بی پول نیکی خودتون پول کی گفت این خیلی باشد من به اکتا مروژنیو این پسرچم دو بکال پیو اکتا مهی کپچونی بیارید بازاری حسیب فروشی یک تا علاوه بدیم با این آدم اینش قیمچی خورده است اینش قیمچی خورده برافسوس یت زنک اوه منو ببینید چه کاسه شما میخره یا میخرید می پولام نیست پولتون میشه یا سر پول یافته بیت سونی خریدی هر چیزی بخرم گفت سونی خریدم خریدی گفت هر چوکرش هم گفت بازاران نگاه کنید اگر میوه جات مثلا گیلاس فروخته باشید یک کس اومده یک دو تا میخورد ناقص این آبوقی که امروز این بازاران ام خیلی میشنات کو فروشنده سخت میرسد دسته هم به شما پیاز کبوتر خریدم هم خیلی میکنید شما باندشک شده یک شک و این استرانسو می اوزی امدوز گفتید کو خارجی ها امدوز یا مالش این استرانسو گفتن این استرانسو بازار به امدسو بازاری وای ترمیه امده این چیزی گفت سیب این 4 کیلو برکشید 4 کیلو برکشد هر یک چی قوز پیچ کتید گفت است قوز پیچ که داداست اینش سیگرت اینش نوک اینم 1-2 کیلو برکشید تا 2 کیلو برکشد اینا هر یک چی قوز پیچ کنید sonra اینش سیگرت این میز اکویو امروز اینه نمیفروشیم وای حالا که جای جراحی و یک نفر خواسته دکتر ساخته کراس گفت جمشید امتحان پروسس ها گفت است بابا که بیبی بسیار جمعی کردن اویلنده یه روز نبیارشان آمده بابا جان گفت بابایم نوسه پافریم جاهل کردی ناف کامپیر کی جان کردی چی میگویی همین کدام محبت زنگی تن ناز گفت ژیول گفتیان او ژیول گفتگی ماه نیست گفت همون بگوشش جان دو جوان یک دخترک و یک پسرک همین شمشوقر به چغزه گشتیان دخترک سال شورچی چقم بوده است صبر جان گفته است این منظری خوشرویش بینده من این خرکچو شنیم گفته است دوکاس شتیان سونی دخترک گفته است که صبر جان حاضی این طبیعت خوشرویش بیندو من یک سی پسنی شما حاضی شما تیوی کرسید گفته است بچه و دختر شما حاضی تیوی کرسید صبر جان گفت وای گوله که گفت هاچی که توی کرسی منم همون اوی کرسیم گفت مرید این خیلی اوی نکرده درباره عشق و وفا گفتن کن درباره عشق و وفا من یک تا چیز نوشتم حاضر اکو دو کسی دختر نغمه شما را خیلی دوست می‌دارم آها باور کنید یا
میخوام با شما خاندار شوم. آها پیشه که گفتنم من خانه 4 حجره دار. آها ماشین تمویج خارجی که نرخش $120,000. مغازه مارکتینگ، کارخانه چیپ برای آشخانه، طربخانه و تویخانه. اوه 4 مشروطه با اجاره. وای 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 وای. دهچه در موضع بر هوا. نهاد در کسی امانت دلارهای زیاد. شو دلم میکفت. من شما به راز گفت انمی چیزایی ندارم بیا. همه چیزا نیستی بودم. یک خانی آدم به من کمالکا با این آدم خانشوننده روی حولینده اینو هم خسته سحر کتی اگر اتو نگاه میکنید که کمالکا اون تو کره مهمان آمده بودیم مهمان کتی یک چازده روی حولی با بران مهمان تماشا کراست اکو ایخه سینو سال بعد رویگر تو البته تعریف میکنیده من این سفید روی وقتش پشینوندم من این درخت پایوان کردم اسفیوسوف رفتیستن یک گوسفندو پاچکی قفاش نیست تو پرتیس پاچکی قفاش آگاچ ساختگی گوسفند گشت از بیچاره خیره بازه خیره میبخشید و یک سوال تیم دیرتامو سخت نیست این گوسفند چون پاچکی قفاش نیست این وقتش به راستیگه خانه در گرفت همین گوسفند بیچاره ساعت 3 شب اومده با همه بیدار کرد همین گوسفند شرافتش به زنده موندیم گفت یک تا قدوق بود نبیرم اما قدوق به نزدیک شده از بیچاره گوسفند رفته کرتش قبضه کشوله کرد پاچکش چون خیلی گفت اکو کم خورساسی میده همون موسفیده کمپرشونه قیزیق کده روز کدیانده کنی چون میکند این 70 سال 80 سال و زنده کلاسی کنی روز کنیم چون میکنن گفته وای کدیان سانی بعد 5 روز موسفید دقت کفتکو میلیسی و دودگی کفتکو موسفید به زنگ که بوا زناتون یافتگی 5,000 سامان بیارید میگیرید گرام میبرید اگر بچه من تو 10,000 میتیم گشته نبیار دایره چه نکین دایره چه سه تا آشنا بوده سه تا آشنا سوستیبیک و خیالالدین و سراسیمه جان سوستیبیک خیالالدین سراسیمه جان که توشکام چازده رفتین و حتی اتراکسیون بوده سمالیات پاراشوت میپفتگی هر سهشون برومدگی و اینستروکتور فرمانساز 1 2 3 4 5 ایتمز رو حالا که حلقه کشاله میکنیم پاراشوت کشوده میشه گفتازده تا بگیرم و سوستیبیک سمالیات پارت یک گفت اومده غلطی دستم بود خیالبک پاتت خیالبک 1 2 چوب 3 میگویم چوب 5 میگویم اومده زده است بیام و سراسیمه جان داو بدن 1 2 3 4 5 گفت پاراشوت کنی یک تا مادک پاراشوت کی یکم دفعه پاراشوت کی میپروفتگیو زن و بچه‌اش تماشا رفته است پروفتی کراچی جوسکی پسات کشیده است همین پاراشوت ناز شدنشگی غلطیدگی زنش بچه‌ش گفت داو رفته دوید بینچی داد زندمین وایمی پسرش دوید بیاد پیش داداش بود دوید اون تو نیوکی استاد باش دادم نفس کشیدم میگفت دادم نفس کشیدم نیکی پیش دادم نفس کشید نمیشه یک بچه اگر حوزه شنوری و مسابقه شده که حوزه شنوری اشتراک کردگی اکو اومدگی جا گرفتگی دادا اگر من حوزه شنوری اشتراک کردم مسابقه شخص چهارم جا شدم یس که داداشم این مرجینی بچه خرید نگفتی دیگه است اکن اینترویو گرفت است خوش خاله جان من شما همین مرد که تانکتی 60 سال زندگی کردید 60 سال ما شنیدیم که وای شما عربکتی گران گرفتگی وقتش با یکم بار جنگ نکردید سبب است که بچه من عربکی گران گرفته بود همین 1-2 کیلومتر شدم بعد عربه اسب پاچکس میده غلطید اسب این داماد 1 گفت با 1-2 کیلومتر گشتم بعد با اسب شد پاچکس شد انا 2 گفت 3 بار به 1 بار غلط نمازان هم تو پستلیت گرفت تق کرد انداخت اسب موری شما جلال بودید آدم نبودید اگر من این جلالتان میدانستم شما نمیرستم که 1 گفت همین دیجایل کردم همین که من چی ودنه پولا گفته که نمودی ورزش های میدان تو ودنه پولاش درنی همون بسین بوین جونده دو تا طرف به دروازه میمونن تو با گرفته میبرید
тоҷикҳо рафтиянд чемпионати ҷаҳон шуд мулло ҳайдар тренери мо носа пафтаги абдуллоҷон садриддин ба чӯба садриддин ба гуфтааст абдуллоҷон садриддин ба надода бурда гол задааст تو چه آدم شو گفت وای عبدالجان گل زدم کو صدرین قوتیت گفتاست یک وقت نباشه یک وقت خانه دکو یک گوش کنیم اکو علاوه بده اسبابی استاد گناتی یک صورت تقلید میکنم و معناش دیگر مثال شوخی آه چه میده آه چه میده دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده ای دخترکی سبزی نیرمانی عاشق شدنم را که خودت میدانی ای دخترکی سبزی نیرمانی عاشق شدنم را که خودت میدانی فهمان بکاد نگاهی بد نکند پاچاش که شوم سانی چطور میمانی فهمان بکاد نگاهی بد نکند پاچاش که شوم خانه چطور میمانی آه چه میده آه چه میده دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده ای دخترکی سفیدکی رمانی استازی من نیازی میدانی ای دخترکی سفیدکی رمانی استازی من نیازی میدانی شعری نویسم دایم مزش نمیگود شعری نویسم دایم مزش نمیگود شادم که از اون زتا خودت میخوانی آه چه میده آه چه میده لخته دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده جانان مرنجد دل شنه کنی گنده ای دخترگی سبزی نیرمانی عاشق بودنم را که خودت میدانی دیروز تو را با یک جوانی دیدم هی رفته زنم ملیسه بازی سانی آه چه میده آه چه میده دانان مرنجد دل شنه کنی گنده دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده من گمان میکنم که آخچو میده این درباره دوره من نیست باین بدرم اکا امروز شما ناوگانیتون بسیار البته دوره میده و کرته بینید کرته جفت نکا من راستی گپ شما نمیدونید و بودم مالازیا بودم کار قزقش همین که محکمه همونجا قبل دوم داموزه مالازیا کالپس قبل خوش شد سبسفید نگر نگفتگی ای تاکی پالمان گشتگی بعضن درباره بیمارخانه روحی هم گام میزنیم یه روز دکتر خالت پشت برومده نگاه کنم یک تا دیوانه درنی وام نانده این خیلی کراسو دویمش کشوله کراسو این خیلی داوید رفته برداشتن نگاه کنن که و خودش میکشتگی و تاکی وانانگی و یا برو واردیان سونی مجلسی عمومی ده این کشوله کرگی دیوانه راوپوف ما جواب میدیم چوا گفت هوای خودش میکشتگی بود نجات دادید دو پا درست حجتاتون تمام شد ما جواب میدیم گفت مایلشو و تر بود من برده و یا آویختم روان که و یا آویختم دست بهش الو
اینجا بیمارخانه پسیکولوگ و پسیکولوژیست من هفتم پلاتر رو یک بار بینید ها دیدم شکست نیست او را گرفته که راست بوده یک روز نیوریشو گفتم که سردار جان گفتم بچه‌ام گفتم پاک وجدان باش سخنی راست گو گپی راست گو با راهی راست را فقط گفتم حق بوجام تو برام دو برفت راست رواد ادیبا مومز اوقات چپا خونه مومزی سردار جان چه درس نرفتی دینه گم خودتون رهی راست برای گفتی دست چپنده و مکتب گفتن اهم اساسش همین که گپی باباش زمین بنمانده است دو دوست اکن هردوشون گازه نمیتن اکن گویم چیا نه دو کس واخدگی هر دو دوست گون اکو یک دیگه‌شون وکاسته گفتگه ترجمهش تو درست می ناز میگه دینشان ها رحمت یسوع پروس لیلکان دار که سوزرگو چه گفتگه من شب توی anda بودم اشوله خوندیم Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تا باورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدر وردگیش لازم من یک کارگری عادی من به نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما دو تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آن که پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعتی ما تا باور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. حاضر همین دفع نمیدونم آمدی استادا باشد می یا یگان سویتا یگان بلند کردم می همینجا روشن میجا من یکی سببش فهمیدم همین پهلوی ما با چراغان شده از خودی دیوشتیچ نوره دیوشتیچ استادم هر خط موضوع Kalama yaktı buradan tutuşu dinmiyor. Ustad, şuba yaktı ki? Alo edin ko. Alo. Budan ko. Ustad hamiha adamایی که موی سرشون نیست که میبخشن کال گویم اگر آفتاب سر میگویم اما آفتاب سر. یعنی شما سالای چند ریخت استاد؟ مخوب جان ریخته دیشه نمیدونم. مخوب جان یک چیز گفت که همه برای مو برامدن تخم پیاز مالدن دکو. خب. تخم پیاز مالد بعد یک هفته تلفن کرد. تخم پیاز مالده می چند وقت یک هفته مالدم مو برآمد بگه نه پیاز برآمد یک دیگه شمیخه بود استاد ثانی یک کس مامی شما با این استادش مصلحت داد است که اصلا مال یک جای 5000 رفته است پاشا آمده میشیند همش یا برای ترسان و ها پاریس سگن پوچک جاش میمونه سالی سیپسی میشه نمیشه استاد جایی که تله‌های علف نمیروید همین خیال چکیده باشد مخیم جان کال شود بیزون کرده شود اگر فهمید که می سر وای باشم این خط آزاد بسیار تعریف کریم زاتو کارم امایی سرم شما هم بهانه نمیکنم دیوالم کشید خب تماشاگران عزیز و ارجمند کمتر ما حاضر کردیم اگر بین شما هم مثل اکامینو منمی اکامینو با این آدم ها باشن اگر دلتون به سخت نرسد دوستو ما بسیار ما هم کلا همش دوست می‌داریم ما دوستای ما هستند باور کنید اگر هر یک مرد کال شده نمیتوند باور کنید خواهیدم کال شده نمیتونید شما حاضر کال شوید توی به نمیگو شما حاضر آوازتون تحقیر مونید دو طرف لیکن باز جنتون امیتون ندکشه لیکن توی ها با اگر روید اگر یک سرود های دوستو یک سرود های کی و دویم همی توی با صدا میتیاد این کدام سرود گوید ای شوخ دلارایم ای شوخ دلارایم ای کو همین سرود راستی که من بسیار میخواستم که تاریخ همین سرود رو بفهمیم میدونی تو می کی خوند دیگه اینا استاد
ای شوخی دلارم من باشم زکار نه سالهای 76 یا 78 بود شوخی نکنم در واخوری مکتب با نیازی ما آزاد امینزاده مکتب واخوری گرام آمده بودیم خب هم وقتا صحبت ها عجایب شد من یک چند سرودا خوندم سونا بعد همین اینا من به همین شعر دادن همین پسر شما خوانید دوستان من خوبم اویکر همین آهنگ پیدا شد پیداش از کجا نمیدونم از معنی خودم بوده که استاد اگر اشما باشد این ای شوخی دلا لا اون هم شده نشد یک جمله خونده تینم میشد نکی همون دوره یک خونده تینه تو همون دوره ها استاد یک شوخی دلا رایم ای بلبلی گیایم سویم نظر بین ما ای دیده بین نایم سویم نظر بین ما ای دیده بین نایم یه بارکالله اکنون دوستان عزیز ارجمند من گفتنی هستم که ما برای علمی در هوای می سروده ای شوخی دلارم متن در کار کردی دوست عزیز ما اعظم خان اکبرов همه دارد می متن یک حرکت میکنیم همین سروده خوندن بکنیم همه آماده می درباره مردمی که آفتاب سر هستند دانا هستند ای موی دلارایم ای حسن بی وفایم ای موی دلارایم ای حسن بی وفایم رفتی ستم کردی تو بکسی دانایم رفتی ستم کردی تو بکسی دانایم گفته بودی پسی فردا برگشته باز می آیم گفته بودی پسی فردا برگشته باز می آیم برگشتن از راه هر سال با سری کل می پایم برگشتن از راه هر سال با سری کل می پایم رفتی ستم کردی تو مرکزی دانایم رفتی ستم کردی تو مرکزی دانایم
دوستان عزیز و ارجمند، تماشاگران گرامی قدر، مخلصان حجو و خنده، امروز ما یک استادای دعوت کردیم از زبان خود استادان. بسیار یک واقعه عجایب شنیدیم. ما برای تشریفتان تشکرهای زیاد میگوییم. استادان زنده باشید، سلامت باشید، بیمار نشوید. دروغ باشید دروازه بیمارخانه رنگش چقدر ندانید لویم. همیشه همین خیر باشید. خیر اکنون ما بهترین شما سلامت باشید. تماشاگران عزیز و ارجمند، با کلی سرپرستان همکاران ما عرض سپاس خود را میرسانیم. با ما باشید، در شبکه‌های یوتیوب ما را پیگیری کنید. دوستان عزیز، اگر شهرهای بهترین باشد ما البته آنها رو میخوانیم. و این لحظه اجازه دید به برنامه امروزه حسنی خاتمه بخشیم. به همه شما خانوادگی خاطر جمعی و لبانی پر از تبسم را آرزو داریم. خیر عزیزان. دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده یار امانی همون کبر که ساختی امانه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان با قضی و با زیره با برنجی دل زیره با گشت قاق و جزه آش می شود